در نویه علم‌الدین ولایت چوی در شمال قرقیزستان یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را با گمان عضویت در سازمان بین المللی تروریستی دستگیر کردند. در این باره 17 اپریل سال 2023 خبرگزاری رسمی قرقیزستان کبر با تکیه بر ریاست کارهای داخلی ولایت چوی خبر داد نویه علم‌الدین در کنار بیشکک پایتخت قرقیزستان جایگیر شده است. خود دستگیر شده یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیای ولایت چوی میگوید کارمندانش معاین کردند که در دهه لبدینوفکا مرکز ماموری نویه علم‌الدین شهروند تاجیکستان زعم سال تولدش 1993 که قبلا با جرم عبور غیر قانونی مرز دولتی قرقیزستان محکوم شده بود به سر میبرد. بنا به معلوماتی که از همکارانمون از کشورهای همسایه به دست آوردیم، زعم چندین بار برای جنایت‌های وزنین محکوم شده، حالا هم در جستجو قرار دارد و عضو سازمان بین المللی تروریستی است. گفتند در میلیسیای ولایت چوی زعم دستگیر شده و حالا در تفقیفگاه قرار داشته است. همزمان معلوم شده است که او تا کنون جریمه تعیین شده در پرونده عبور غیر قانونی مرز را نسپرده است. به این دلیل حکم جریمه او را به حکم زندان عوض کردند. درباره اینکه آیا مسئله به تاجیکستان استرداد کردن زعم نیز بررسی می شود یا نه، در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. سالهای اخیر روابط تاجیکستان و قرقیزستان دوران مشکلی را پس سر می کند. به همکاری مقامات حفظ حقوق دو کشور نیز بی تاثیر نیست. روابط این دو کشور همسایه به خصوص بعد مناقشه خونین ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 که از هر دو طرف تقریبا 240 کشته و بیش از 700 زخمی به جا گذاشت، باز هم پیچیده تر شد.